بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ملت غیور و عدالت پروری تاجیکستان. در مدت 23 سال شما زیر ظلم بودید و تحمل کردید تمام جنایت رئیس جمهور تاجیکستان را. امروز شما یک دسته متحد میشید بر علیه این ظالم که سرنگون کنید این ظالم را. ملت عدالت پرور تاجیکستان، از شما خواهشمندم که همتون یک دسته دعا کنید در راه انقلاب و کمک خداوند را در این راه طلب کنید. هدفتون برای خدا باشه، نیتتون برای خدا باشه و حمایتتون از طرف خدای متعال باشه. پیروز باشید و سر بلند.